سرخط خبرهای مهم. قزاقستان گفت از روغن برق می‌خرد. مذاکرات برای پایان جنگ در غزه در مصر. نظرسنجی: با پوتین چی سوال دارید؟ روزتون بخیر باشد بیننده های عزیز. نویدی بامدادی رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. امروز دوشنبه 6 اکتبر. در یک ملاقات دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان با یرلان کینجنوف وزیر انرژتیکای قزاقستان این کشور آمادگی خود را برای خریداری برق روغن بیان کرده است. با نوشته وزارت انرژتیکای تاجیکستان این دیدار در حاشیه فورومی هفته انرژتیکی قزاقستان 2025 که از 2 تا 4 اکتبر در آستانه برگزار شد صورت گرفت. جانب قزاقستان آمادگی خود را برای امضای سازشنامه بین حکومتی اوید با انتقال نیروی برق از نیروگاه برق آبی روغن ابراز داشت آمده است. در خبرنامه خدمات مطبوعاتی وزارت انرژتیکای قزاقستان در شرح این واخوری نوشته است که سازشنامه بین حکومتی در مورد تامینات برق از نیروگاه برقی روغن در اساس ممورندوم سال 2023 پیش بینی می شود. لایحه سازشنامه بین حکومت‌های تاجیکستان و قزاقستان درباره همکاری در ساحه برق از جمله خرید برق روغن از سوی قزاقستان در پورتال اطلاعاتی حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان در ماه نوامبر سال گذشته نشر شده بود. مدت عملی سازشنامه 20 سال بوده، امکان تمدید آن برای 10 سال دیگر موجود است. سازشنامه درباره انتقال برق به قزاقستان و ازبکستان یکی از شرط‌های جلب سرمایه خارجی به لایحه نیروگاه روغن گفته می شود. قرار است امروز 6 اکتبر مصر میزبان مذاکرات بین اسرائیل و گروه حماس شود. در این گفتگوها نمایندگان بلند مقام آمریکایی نیز شرکت خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 5 اکتبر نمایندگان کشورش را برای گفتگو به سر جزئیات فنی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به مصر فرستاده است. قرار است استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه و جورج کوشنر داماد ترامپ و مشاور ارشد پیشین او نیز به مصر رسند. مقامات مصر اعلام کردند که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی صبح 6 اکتبر در منطقه شرم الشیخ برگزار می شود. دونالد ترامپ شب 4 اکتبر در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت اسرائیل برای به خط اول عقب نشینی کردن از نبرد غزه موافقت کرده است. با نوشته ترامپ گروه حماس نیز از این چیز آگاه شده است. گروه حماس روز 3 اکتبر به طرح دونالد ترامپ پاسخ مثبت داد، اما تا حال نگفته است که همه بندهای طرح را اجرا میکند یا نه. طرح دونالد ترامپ که از 20 بند عبارت است تاکید کرده است که حماس حق شرکت در اداره غزه را ندارد و این گروه باید سلاحش را به زمین گذارد. در شهر دوشنبه یک مرد خارجی را به اتهام تشکیل فاحشه‌خانه دستگیر و نسبتش پرونده جنایی آغاز کردند. رئیس وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با نشر یک نوار ویدیویی گفت که این فرد در آخرهای ماه اپریل سال روان با هدف صاحبکاری به پایتخت تاجیکستان آمده زیر نقاب طربخانه در اصل فاحشه‌خانه تشکیل کرده است. پلیس در شهر موضوع گفته است که گمانبر در داخل یک تهخانه که به اجاره گرفته بود 14 حجره با شرایط‌های مخصوص آماده نموده 15 جوان دختر را از کشورهای خارجی برای خدمت رسانی‌های جنسی جلب نموده است. با وجود آنکه در ویدیو چهره این مرد نشان داده می شود، گفتن نشده است که او شهروند کدام کشور است. همچنین معلوم نیست که جوان دختران بازداشت شده شهروندان کدام کشورهایند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 9 اکتبر به تاجیکستان سفر می کند. سرگئی گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان گفته است که در جریان سفرش به دوشنبه پوتین در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و جلسه شروع سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل شرکت خواهد کرد. معلوم نیست که در دوشنبه وضع مهاجران تاجیک در روسیه تا کجا مطرح می شود. همکاران ما در پیش روی سفر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان از ساکنان پرسیدند که اگر امکانی سوال دادن به پوتین میشد از او چی میپرسیدند. همچنین درباره مناسبت تاجیکستان و روسیه چی میدانند. پاسخ را یکجا میبینیم. چرا اساساً نسبت مهاجران نسبت شهروندانی که در فدراسیون روسیه از جمله از آسیای مرکزی در آنجا سکونت دارند در طی چند سال اخیر بسیارتر مشکلات ها به آنها دیده می شود. یعنی که
چطوری که مشاهده میکنیم در چند روزی اخیر اصلا در فدراسیون روسیه همه مهاجران نه بلکه دیگر مهاجران بلکه اصلا مهاجران آسیای مرکزی که بیشتری آنها تاجیکان هستند با مشکلات‌های زیادی از جمله با پتنت دیگر حجت‌ها مهاجر میشوند و سوالی من چنین بود که برای چی نسبت مهاجران چنین رفتار رو روا می‌بینند؟ با پوتین ما چی گفتن هستیم همین ویواش کمتر کند که مهاجرای ما کار کنن یک زندگیشون پیش برن. همین بسیار هر روز نگاه میکنی که دپورتاسیا کرده ایستادن همین مردم ما همین یک موفق وای به بیان گفتگوی خوب شود یک مراسا و بیان که مردم اینقدر این مردم مهاجر عذاب نکشن اما رفتن نکنن. از همین ملاقاتی که اینجا می شود با پرزیدنت تاجیکستان چی انتظارات دارید؟ یگون انتظارات ندارم برای اینکه این ملاقات ها یگون و اجرا نمیکنن. چندین سال ها هست که این ملاقات ها میشوند یگون بهبودی نیست از این بیان. بیام میشینم میخورم میخیزم میرن رحمت میگم تمام. یگون بهبودی نیست امیدم نیست به فکر من. سوال اولین همین روسکая община همین تشکیلاتی باید تشکیلات می یا اینکه стихийно пайдо шудагӣ همین روسکая община صاحب دارد یا نه؟ این یک. دوم چرا نسبتی مهاجران تاجیک قرغیز ازبک در مجموع همین قدر یک مناسبت سردانه و ناحقانه به فکر من. سیوم برای جاری کردن امتحان برای کودکان مهاجر هنگامی به مکتب رفتنشان. انا سه سوال. من میخواستم پرسم که جنگ میان روسیه و اوکراین کی تمام میشود؟ زیرا از این جنگ الکی 4 سال میگذرد. ترامپ گفته بود جنگ باید خاتمه یابد. وعده داده بود که میتواند در یک روز جنگ را قطع کند ولی نشد. من میخواستم پرسم که پوتین برای خاتمه این جنگ یگان کاری را انجام میدهد؟ این بسیار مهم است چون روسیه و تاجیکستان همیشه شریکان خوب بودند و میتوانند و باید به همدیگر کمک کنند. به عقیده من اگر این جنگ خاتمه یابد در بهترین حالت به تاجیکستان میتواند از جهت اقتصادی و سیاسی کمک کند. ما با روسیه مناسبت خوب داریم زیرا شهروندان ما میتوانند که به آن کشور برای کار روند. آنها هم به تاجیکستان به حیث سیاح و برای زندگی می آیند. برای چی تاجیک‌ها شما را نمی‌تید است یا نمی‌خواد گفتن است. برای کی بچه‌ها رفته عذاب کشیده اومدن گشته راه سر کرده اومدن مردم. من خودم نرفتم نمیخوام رفتم ده فرزندم رفت گشتم. بیننده‌های عزیز شما هم می‌توانید پاسخ‌های خود را زیر این برنامه برایمان نویسید. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. وزارت امور داخلی گرجستان از بازداشت 5 عضو کمیته تشکیلاتی نمایش اعتراضی در تفلیس که روز 4 اکتبر در برابر انتخابات شهری برگزار شد خبر داد. با گزارش سامانه اخو کافکاز افراد بازداشت شده برای دعوت به تغییر ساخت کنستیتوسیونی گرجستان یا سرنگونی حکومت دولتی همچنین تشکیل، راهبری و شرکت در تظاهرات عمومی متهم دانسته می شوند. این اتهام تا 9 سال زندان را پیش بینی می کند. در پی انتخابات مقامات محلی در گرجستان که روز 4 اکتبر برگزار شد، معترضان تلاش کردند قصر پرزیدنت را در شهر تفلیس غصب کنند. با گزارش سامانه اخو کافکاز با گروهی از اعتراضگران میسر شد که وارد حوله قصر پرزیدنت شوند. روز 4 اکتبر در گرجستان انتخابات مقامات محلی برگزار شد. احزاب مخالف از جمله حزب پرزیدنت سابق میخائیل ساکاشویلی آوازدهی را بایکوت کردند. بعضی حزب‌های سیاسی
از برگزاری تظاهرات اسوشته در مرکز تیفلیس خبر دادند و گزارش رسانه‌ها 16 افسر پلیس جراحت برداشتند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 6 اکتبر سال 1920 یک ماه بعد سقوط امارت بخارا جمهوری مردمی شوروی بخارا تأسیس شد. این جمهوری سپتامبر سال 1924 به جمهوری شوروی سوسیالیستی بخارا تغییر نام کرد، ولی یک ماه بعدش پایان اکتبر سال 1924 در قلمرو آن جمهوری های شوروی ازبکستان، ترکمنستان و جمهوری مختار تاجیکستان تأسیس شدند. تاریخ شناسان میگویند حکومت شوروی نخواست اسم بخارا را که رمزی امارت و رژیم پیشین بود حفظ کند. ماه اکتبر سال 1926 نخست شماره مجله حجوی ملا مشفیقی از چاپ برآمد که بعد نامگذاری های زیاد به خارپشتک تبدیل شد. این مجله که دولتی بود و از مشکلات جامعه شعر و حکایه، حجویه و کاریکاتور نشر میکرد، یک وسیله مبارزه با دردهای جامعه به خصوص منصبداران رشوه‌خوار گردید. 6 اکتبر سال 1951 آوازخوان تاجیک مرادبک نصرالدینов تولد شده است. مؤلف ترانه‌های معروف میزند باران به شیشه، صنم و دیگرها با سهمش در احیای ترانه‌های مردمی معروف شده است. صبح امروز قرب اسعار روسی پایین رفت. در فروش و انتقال 1000 روبل روسی در بعضی از بانک‌های تاجیکستان به 110 سومونی برابر شده است. 100 یورو 1108 سومونی و 100 دلار به 925 سومونی عوض کرده می شود. بانک ملی قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، تشکر که تا این لحظه ما را همراهی نمودید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهبان.